شده میشود در نهایت کار بیننده عزیز متاسفانه بعد از تماشا کردن لحظه افساید ما نتوانستیم از آغاز ببینیم که چگونه قیس 13 رقابت رخ نکند. بیایید توجه میکنیم با این امکانیتی که آریان مهر نوریدین داشت. خیلی امکانیتی خوب بود و همین توپ رو بعد ضربه خیلی هم سخت و اشتباه خیلی داخلی خط دفاعی دسته ما. اینجا حساب 1-1 میشود دوستان ارجمند. به توجه میکنیم خیلی اشتباهی داخل، واقعا هم اشتباهی داخل از سوی حمایتگران ما، مخصوصا بازیگر رقم 4 انجام شد و همینطور بازیگر رقم 19 دسته ترکمنستان با سر توپ رو به درون دروازه تاجیکستان پرتاب خیلی بلند، امکانیت بسیار خوب و گل دوم با دروازه ما روان می شود. بیننده عزیز دسته نورسانی ما روان میکند و حساب 2-1 می شود. بیننده عزیز ببینید اینجا تو با برکت الله نعمت الله زاده رسید از کاپیتان دسته ما و وارد توری دروازه شده است. هفته گل هم گویم خطا نمیکنیم. بله یک پرتابی بلند هم هست و اما با توپ اینجا اشتباه میکند دروازه‌بان ترکمنستان و در نهایت کار میبینیم به این لحظه مهم ادامه حمله دسته نورسانی تاجیکستان. ضربه و گل. ببینید چگونه گل زیبا از جانب ببینید در این لحظه توپ رو اداره کرد بازیگر رقم 18 و بعداً فوتبالباز رقم 19 ما توانست اون رو به درون دروازه روان کند. کروین نصیرов پرتاب خیلی بلندی، یک ضربه دیگر و تو با تیری دروازه بر میخورد. ترکمنستان فرصت برای آنها هست و ضربه با کنج دروازه ما اجرا می شود. ابوبکر سلیمانوف پرتاب جریمه‌گاه مسئول غفورов ولی اینجا فرصت برای بازیگران دیگری ما. پرتاب جریمه‌گاه سلیمانوف ضربه جانب دروازه ولی تو بس پهلوی دروازه دسته که قبل از رفتن به جام آسیا در این مسابقه اشتراک کرده بود. حالا ادامه حمله برای بازیگران دسته تاجیکستان. ابوبکر سلیمانوف ضربه و گل. حساب 4-2 در دقیقه 82 محصول پیش صف می شوند. به توجه میکنیم چگونه موقع خوب داشت مسئول غفورov در همین لحظه و توانست رو با ما شاهد بودیم که چگونه بازی ها خیلی خوب سرعت گرفتن مسئول غفورov و می توانست و همینطور بیننده عزیز دسته